درود بیننده گرامی، طاهری سفر هستم و با آخرین برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی در سال 2023 همراه شما. در ابتدا سرخط چندی از خبرها. 2 سال جنگ کشورهای اوکراین را به مینه‌زار تبدیل داد. زمستان جنگ و مقاومت در کشور را سخت‌تر کرده است. آنجا که تور دارد شما را نمی‌بینند و در خندق از تیر امین می‌مانید. اگر در راه هموار باشی باید هر چه زودتر از آن گذری. بیشتر از 120 کفکوبی در 3 ساعت سخنرانی، کفکوبی‌های بردوام و تقریباً 1 دقیقه ضمن پیام امام علی رحمان چه معنی دارند؟ از کبوتر یا کیپری تا پیروزی برنامه معروف تلویزیونی روسیه، تمنیات آوازخوان‌های شناخته تاجیک به مردم و شما بینندگان رادیوی آزادی. تمنیاتی ما به شما آقا جان و همه کارگرانی رادیوی آزاد و به مردمم خوشبختی، سربلندی و مهم از همه سلامتی را خواهانم. شروع میکنیم از جنگ اوکراین. مقامات کیف گفتند در حمله های روسیه در سراسر این کشور در صبح 29 دکبر 12 نفر کشته و بیشتر از 70 کسی دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت روسیه در این حمله ها از موشک‌های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب‌اندازها استفاده کرده است. جنگ و مقاومت هم در فصل سرما برای نیروهای اوکراین سخت شده است و گزارش را در این باره مومن احمدی تقدیم می‌کند. سربازان اوکراینی برای رسیدن به خط اول جنگ راه‌های دشوارگذر و مینه‌کاری شده را طی می‌کنند. اینجا احتیاط کنید. ببین آنجا مینه را سرش بیرون است. در 1 متر کرد. این سربازان در نزدیکی دهه کلیچیفکا واقع در جنوب شهر بخموت نقب کردند. آنها به نیروهای روسیه مقاومت می‌کنند که سعی دارند به غرب حرکت کنند. با موضعهای ما بسیار حمله میکنند. برای سربازان پیاده‌گرد ما مشکل است، ولی بچه ها تا حد امکان استادگری میکنند. به خصوص در درون گیل باید اسلحه را 3 کیلومتر در درون همین گیل با خود بری، ولی بچه ها از عهده‌اش میبرایند، مقاومت میکنند، شکایت هم نمیکنند. نیروهای روسیه شب و روز و به آخر حمله میکنند. نوابسته از وضع هوا و لای گیل می آیند. کشتزارها از جسدهای آنها پر شدند. در بعضی منطقه ها فقط پیاده باید روید و جای نیست که از حمله های هوایی پناه برید. اگر جای ایستادنی هستید باید نزدیکی خندق باشید. حتی اگر خسته شده باشید هم باید در خندق پناه برید. آنجا که تور دارد شما را نمی بینند و در خندق از تیر امین می مانید. اگر در راه هموار باشی باید هر چه زودتر از آن گذری. اینجا را با بخاری قدیمه گرم میکنیم. همین جا میخوابیم. شمهای مخصوص برای نقب داریم که اینجا میمانیم. اینجا بالون گاز هست. با گاز هم میتوانیم که گرم کنیم. خندق را به سختی میکنیم ولی به هر صورت میکنیم. در حالی که اوکراین منتظر کمک‌های نظامی غرب است، سربازانش اینجا برای جنگ طولانی آماده میشوند. جنگی که حرکت از هر دو طرف مقابل سست است. خدا را شکر صحت و سلامت و زنده ایم. هیچ کس ما را ندید. خودمان اینجا آمدیم. برمیگردیم به تاجیکستان. در پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به وکیلان مردمی کشور در روز 28 دکبر، حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 120 مراتبه و گاه از جای برخاسته 40 ثانیه کفکوبی کردند. میرزا نبی خالقزاد جزئیات دیگر و هدفها از کفکوبی های بردوام برای امام علی رحمان را برای ما و شما تصویر میکند. در پیامی که تقریباً 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 22 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون، رهبر خودکامه کشورشون، از راه کفکوبی بردوام بیان می‌کنند. شکر گوید با یگان چی ایواز نمی‌کنیم صاحب استقلالی رادیو آزادی صحنه‌های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است.
ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای برمیخیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می نشینند. بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان ختم می شوند. در پیام سالانه امام علی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت‌های کشور صحبت کرد. امام علی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیرپا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمان‌های حامی حقوق تنقید می شود. به امام علی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. چگونه دولت میراث میذاره؟ بعدی سری خود چی میمونه با آینده نسل؟ در تاجیکستان که تامین مردم با خانه زیست مناسب یکی از مسائل جدی باقی میماند، به سرپناهان را میتوان در هر گوشه و کنار کشور دید. مقامات رسمی میگویند تنها در ولایت سوخت در سال 2021 بیشتر از 500 فردی به خانه و سرپناه را ثبت کردند. حالا وضع چگونه است؟ برات یوسفی و علیشیر ظریفی درباره مشکلی بیخانگان و احوال آنها گزارش فرستادند که همراه میبینیم. این رخت برای نائیل ولیچایف، ساکن 49 ساله شهر دوشنبه، هم جای خواب، هم جای کار، هم جای غذاخوری و هم جای استراحت است. تقریباً 20 سال اخیر به جای زیست است و 4 سال اخیر همین رخت خواب در کنار بازار کهنه فروشی در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. در کنار این رخت چیزهای مختلف کهنه را جمع آورده است و هر روز از آن چیز فروخته شکمش را سیر میکند. روزهای باران و برف از بالای کورپای خواب کلیونکای را میکشد و خود را از سردی نجات میدهد. Встаем 6:00. Что-нибудь делаем. ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم. مثلا یگان چیز میسازم. حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم. برای سنجیدن ناقل های برق است. آدمان اومده میخرند. تمام همین خیلی مهنت میکنم. Еще купишь. Это не мои проблемы. Ага. И все. مهنت. نائیل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشدامنش از خانه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید 2 دفعه به روسیه رفت ولی آنجا کار و زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاه‌ها با کمک راهگذران نانش را می‌یابد. زندگی آدمانی به سرپناه تقریبا در همه منطقه‌های تاجیکستان یکسان است. سهراب علوالدینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می‌نوشید از خانه بیرونش کردند. چند سال شده کوچه این؟ 5-6 روز. در کجا خواب میکنین؟ هم بوله چاگون. آمار دقیق افرادی به سرپناه وجود ندارد، اما سازمان‌های جمعیتی هست که با تعدادی از آنها کار میکنند و کمک میرسانند. نمایندگان این سازمان‌ها میگویند برای این قبیل آدمان چند چیز ضرور است که به زندگی معمولی برگردند. یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا حمام باشد. بعداً به آنها کار کردن در کار، از سنجش طبیبان گذرانیدن در کار، آنها را طبابت کردن در کار، حجت‌هایشان را برقرار کردن در کار. روانشناس به آنها باید کار کند. سیوم، به آنها معلومات میانه دادن در کار اگر نداشته باشند. در شهر دوشنبه قبولگاه تحویلگاه آواره‌گردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افرادی به مکان زیست و مایزده را از کوچه‌های پایتخت به این مکان آورده بعد مدت آنها را جواب می‌دهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به قبولگاه تحویلگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا 1 سال اخیر چقدر به سرپناه و چنین مکان آورده شدند، چه شرایط‌هایی برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا آنها به زندگی معمولی برگشتند. مقامات در این باره معلومات نمی‌دهد. و با نزدیکتر آمدن سال نو میلادی در تاجیکستان همیشه این بحث اوج میگیرد که آیا تجلیل این جشن رواست یا نه.
بسیاری میگویند بله هر جشنی که خرسندی می‌آورد تجلیلش خوب است، اما ایده شریعت را به میان میکشند و دلیل‌های دینی می‌آورند و میگویند نه. رادیو آزادی از چند رهگذر در دوشنبه پرسید که آیا سال نو میلادی را تجلیل میکنند یا نه. خیلی گویم که دید مروز میبیاید خیلی نو ما هر سال کودک‌ها در پدرکا میخریم، میشینیم فکر و گوشیم جشن میگیریم. نو یادمش تو هیچ گپ نداره. نه جشن نمیگیریم. مروز دیشنامه حساب میکنم که سال نو نیست. اکنون من شخصا سال نو جشن نگیرم. ما که از اول دوره اتحاد شوروی اومده است، همین یک چی میگن برای ما همین وای موندگی ده чизи она азор рахмат подаратон ба. Да. Почему? Потому что это праздник семейный, поэтому отмечаем. Не. خاکو خونگیام که میشینم خیلی جشن نمیگیرم. ارچه میمونید؟ ارچه هم نه نمیمونم. ولی دسترخوان نکنید؟ هم خیلی میشینیم، اویلوی میشینیم تمام. هم دورش موندگی هم جشن میگیرم، جشن میگیرم. ارچه میمونید؟ ارچه ها برای کودک‌ها. جشن در خونه اویلوی واقعا نه نکردیم مکروسیگا. نمی‌دونم. از اول نمی‌کردیم. نه می‌کردم پیش می‌کردم که شهر که می‌کرد تمام می‌کرد مولا می‌کردیم. حاضر شهر می‌کنه. اوکراین می‌کردیم. خیلی ها می‌گیریم. از بس که پرسیدن تمنیات سال نوی چهره‌های شناخته و یا آوازخوان‌ها در تاجیکستان یک رسم شده است، همکاران ما در دوشنبه امیر یوسف و اسکندر فیروز از چند آوازخوان شناخته از جمله نگینا منقلوبه و یاسمین دولتووا پرسیدند که آرزویشان برای مردم در سال 2024 چی هست. این سال میخوام که سال 2024 بسیار سال خوب و برار شود برای ما. شکر این سال هم خوب بود، ولی با فکر من که سال 2024 میتونه بهتر شود. لیکن به هزار به شوخی با کل مردم تاجیکستان میخوام خوشبختی، آسمان صاف بغبار و کامیابی ها تمنا دارم. میخوام که تمام مردم تاجیک را اینچنین رادیو آزادی را با سال نو آمده ایستاده تبریک و مبارکباد گویم و آرزو میکنم که بگذار همیشه رادیو شما باشد، سرودهای ما را هم مانده استید و همیشه خوشبخت باشید. تشکر. شنونده‌های رادیو آزادی به همتون سال نو مبارک باشد. لطفاً کسی یگان هدف دارد، هدفش خدا خواهد به دست میارد، هیچ وقت دعوت نکنید. من با شنونده‌های رادیو آزادی تمنای سال دیگر تمنای آن را دارم که بگذار که همیشه اولترنشان صحت باشد و انشالله که ما به سالی که با سرودهای خوبی خود را پیشنهاد میکنیم و خداوند کند که همیشه سربلند باشند، مثل همین فصل زمستان که تنشان گرم است، در همه سال همچنین گرم دل باشند و نرم دل. با تمام مردم تاجیکستان عزیزم سلامتی، خوشبختی، بردباری و آرزوی آن را دارم که آرزوهایی که در سال 2023 یعنی عملی نشد و آرزو دارم تمنیات من همین است که در سال 2024 کلی آرزوها شما خدا رسوند. تمنیات ما به شما آقا جان، با همه کارگرانی رادیو آزاد بله و به مردمم خوشبختی، سربلندی و مهم از همه سلامتی را خواهانم و تشکر برای بودنشون، تشکر برای بودنتون که با ما هستین، آواز میتین، مهر میتین برای ما. تشکر زیاد. همه مردم نازنین تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان با سال نو میلادی 2024 تبریک میگویم. الهی سال پر از فیض و برکت، سال بی جنگ، سال فقط موفقیت ها. اخبار آزادی هم به پایان رسید، اما نشر خبر و گزارش‌های تازه ما در وبسایت azadi.org، همین کانال آزادی ویدیو و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و ایکس ادامه می‌یابد. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.